بچه‌ها دانشمندا موفق شدن طی یه سری تحقیقات و یه سری آزمایشات زبون بدن حیوانات از جمله سگا رو به دست بیارن. یعنی چی میخوام بگن؟ میخوام بگن سگا طبق هر حرکتی که انجام میدن میخوان یه حرفی رو به صاحبشون منتقل کنن. حالا بستگی داره اون حرکت چی باشه دیگه. با ما همراه باشیم، میخوایم ببینیم این نظریه واقعیه یا نه الکیه. مامان جان فکر کنم میخواد باش بازی کنیم. نه استرس داره. استرس چی رو دارم من؟ نه افشین فکر کنم میخواد بگه دوستتون دارم. دوستتون دارم؟ نه به اون دوستان میگن یه اخ نمیگن، اخمو نمیگن. نه داداش این نژادش همینه، رفلکس بدنش اینا کن. آقا چی رو میگی؟ مثلا حرف بزنم شما یه بابا داخل رو من عیب میذارین؟ من چیزی نگفتم، من ساکت نشستم اینجا اینها. مامان احتمالاً میخوای یه چیزی رو هشدار بده ایزا. میگم. اینجوری وقتی تحرک داره بالا پایین میگه یه چیزی رو هشدار بده. آقا چی دارم بده؟ چی میگی؟ من هشدار چی رو میخوام به شما بدم؟ آقا من که هشدار میخوام به شما بدم. زلزله میخواد بیاد. آره احتمال داره. وقتی قراره یه اتفاق بیفته ایزا مثل سیل، زلزله یا طوفان اینا مامان حیوان یکم زودتر میفهمه. آره با خبر میشم. سگ و گربه و شال و اینا مثلا قاصیکا مخصوصا اسب مثلا خیلی زودتر میگن. انگار حس ششم دارن حیونا. آقا اینا چی ربطی به من داره؟ ایزا حیوان وقتی دستشو میکوبه زمین اینجوری وای میسه یعنی گشنه‌شه. میخواد بگه من گشنمه غذا میخوام. آره افشین من هنوزم فکر میکنم میخواد بگه دوستتون دارم. آقا دوست دارم که با اخ نمیگه الان دوقه اخ کرده اخموه. داداش این نژادش همونجا اخمو مثل گربه های پرشین اینجوری ان. او پرشین هم اینجوری اخموه. آقا چی رو میگی؟ مثلا حرف بزنم من هیچی نگفتم. آقا خودت بگو چی میخوای دیگه. چی میگی؟ من که ساکت نشستم هیچی نمیخوام. معلومه دیگه کنم. چی معلوم از قیافه یه من؟ چیزی میخوای تو نمیگی. مثلا چی میشینی؟ آقا چی جوری بشه بیا اصلا اینجوری میشینم آقا. دوست اصلا میخواد معلومه. با یکی میخواد دوست بشه. نه آقا